سلام و عرض ادب دوستان عزیز، جلسه چهارم ویندوز قرار داریم. درس های ما به طور مسلسل با هم زنجیره وصل هستند و در این جلسه چهارم کسانی که جلسه اول از دست داده باشه یا جلسه دوم، اینا را حتما در یوتیوب مراجعه کنین، اکادمی راتب را، و این جلسات را ببینین و حتما ویدیوها ما انشالله بر شما مفید واقع میشه. جلسه چهارم یعنی چه قسم ما میتونیم پرسونالایز یعنی عکس بک‌گراند کامپیوتر خود را تغییر بدیم یا چنج کنیم. در گزینه پرسونالایز اینجا مراجعه میکنین. اینجا نه تنها شما عکس بک‌گراند کامپیوترتون رو تغییر میدین، بلکه زمینه لاک اسکرین یا زمینه قفل کامپیوترتون رو زمان کامپیوتر شما قفل شد چه قسم میتونین عکس اونجا رو تغییر بدین و همچنین و یا میتونین 10 تا عکس سلاید شو قرار بدین. در این ویدیو شما بالای پرسونالایز اینجا کلیک کنین. گزینه داریم به نام چی؟ پیکچر. فعلا پیکچر انتخاب شده است. شما میتونین از این پیکچرهای استاندارد هر کدامش که خواسته باشین به قسم یک بار کلیک کنین و پیکچر را تغییر بدین، عکس زمینه. و این یک طریقه است. طریقه مختلفی داره. اگر طریقه بعدی داریم ما و این طریقه هر عکس اگر شما خواسته باشین رایت کلیک کنین و سیت از دسکتاپ بک‌گراند و این قسم آسانی شما میتونین بک‌گراندش تغییر بدین. گزینه بعدی از قسمت براوز رفته میتونین هر جایی که عکس قرار دارین و از این طریقه میتونین پیدا کنین. اینجا سه کاتگوری است. یکی رنگش هست و یکی هم اسلاید شو هست. در قسمت بیشتر که مردم استفاده قرار میگیره یکی پیکچر استفاده میکنه، یکی هم سلاید شو. از سلاید شو میتونین شما یک فولدر کاملا انتخاب کنین یا 20 تا عکس انتخاب کنین. در هر چند دقیقه اینجا تغییر بخوره، 1 دقیقه و یا هم میتونین 1 ساعت یا 6 ساعت عکس بک‌گراند کامپیوتر شما خود به خود چی میشه؟ فریویو میشه، یعنی تغییر میخوره یا 10 دقیقه. گزینه از اینجا میتونین شما بک‌گراندش تغییر بدین و لاک اسکرین میتونین از قسمت لاک اسکرین بک‌گراند قفل صفحه‌تون رو تغییر بدین. این هم سه حالت داره. یکی پیکچر داره که سلاید شو داره، قسمت پیکچر کلیک کنین و یک قسم باشه یا به یک قسم عکس تغییر بخوره. فعلا اگر من این رو قفل کنم کامپیوتر ریکارد ما قطع میشه و امیدوارم درس هایی که ما به شما آموزش میدهیم مفید واقع شده باشه. و درس ها رو به طور خلاص و فشرده بر شما ارائه میکنیم. حتما اکادمی راتب را انشالله سابسکرایب کنین. انشالله آموزش ها به طور سلسله وار چی میشه؟ آپلود میشه. این بود جلسه چهارم ویندوز. تا دیدار بعدی، خداوند یار و نگهدار شما باشه.